عرض سلام و ادب خدمتون عرض کنم. اول راهنمایی میخواستیم انگلیسی یاد بگیریم. این طرف عکس بچه کشیده بودن، این طرف به انگلیسیش نوشته بودن. این طرف عکس تخت سیاه کشیده بودن، این طرف انگلیسیش نوشته بودن. پس ببینین خیلی ساده است. خدای متعالم چون اول آفرین سوادی در کار نبوده، اومده میوه ها رو به شکل قسمت هایی از بدن انسان در آورده. مثلا گلابی رو شبیه معده، لوبیا قرمز رو شبیه کلیه، مغز رو شبیه گردو، خیلی چیزا شبیه مغزه. و اینه که شما مثلا مشکلی برات پیش اومد، میای مصالح رو آماده میکنی. مصالح چیه؟ شما میخوای یه خونه درست کنی و باید نقشه بکشیم، گچ، سیمان، آهک، اینا رو آماده بکنی، دور زمین خط بکشی، پی بکنی. خب اینو میای دور اون مریضی تو یه خطی میکشی، در مصالح هم آماده کردی. چند روز داری از این مصالح میخوری، تو معده ویتامیناش آماده است. میای زمان خواب بهترین موقعیت، میای زمانی که خواستی بخوابی، سرتو گذاشتی رو بالش، چند تا نفس عمیق در آرامش کامل، سر صدای چیزی نباشه، آرامش کامل. دستور میدی به مغزت سربازان، مدافعای بدن حرکت کنن برن این قسمت از بدن من. مثلا کلیه هم مشکل داره، این کلیه رو تا خوب نکنن بر نگردن. همراه با سربازان شما خودت هم حرکت میکنی، فکر تخیلی برای خودت درست میکنی که آقا سربازا حرکت کردن دارن میان، الان اینجان رسیدن به کلیه. آقا مشغول کار بشین، کار کنیم با یقین 100%. ببین توضیح دادم، اگه استخونت بشکنه بری دکتر گچ میگیره، پیوند دوتا استخون کی انجام میده؟ مغز انسانه. پس مغز انسانی که بتونه دوتا استخون شکسته رو به هم جوش بده، این مشکل قده کوچک ریزیرم که به نام سرطان یا پروستاده یا هر مریضی دیگه هست میتونه برطرف کنه. شاد و پیروز باشید.